دوستان عزیزم، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. یک توپی عقیق داریم و میخوایم باهاش یک مهر نماز بتراشیم و میخوام اینو به یکی از دوستان عزیزم هدیه بدم. دایره روی سطح این توپی عقیق کشیدم و شروع کردم دور این دایره رو بردارم. بهش میگن دورگیری. بچه خیلی سخت بود، چون با یه دستم باید سنگ رو نگه می‌داشتم، با یه دستم هم باید فیلم میگرفتم. خیلی دشوار بود، ولی به هر حال من این کار انجام دادم، دورگیری رو انجام دادم. همونطور که میبینید شجر بسیار زیبایی قسمت این توپی عقیقه و بیشتر جاش شجر پاییزه هستش. خب من باید این قسمت سنگم بردارم تا دوتا سطحش صاف بشه. اینجا برای اینکه ما یک خط کمربندی بکشیم، بچه دقت کنید، شما ارتفاعی رو که میخواین مد نظرتونه انتخاب میکنید، ثابت نگه میدارید، سعی کنید ماژیک ضد آب استفاده کنید. بعد سنگ رو روی سطحی که زیرش ناخالصی نداشته، چیز نداشته، خورده سنگ و چیزی نباشه، صاف باشه، سنگ رو میچرخونید، نه ماژیکو. بعد از اینکه خط کمربندی رو به دست آوریم، ببینید بعضی جاش بالاه، بعضی جاش پایینه. خط کمربندی ما مساوی با کفه، یعنی ارتفاع دور تا دورش یک اندازه است. حالا باید اون قسمت بالاشو برداریم. سعی میکنیم اینجا با دستگاه، اینجا هم بچه براتون فیلم گرفتم که متوجه بشین، اون قسمتی که اضافی بود رو باید برداریم و تا بتونیم یک مهر خام داشته باشیم بریم برای پرداختش. اینجا بافت داخلش هم بهتون نشون بدم، ببینید، لذت ببرید. دوربینو بیارم جلو. همونطور که میبینید شجر بسیار زیبایی داخلش، ولی یه ذره سخت تراش اینا دیگه. به هر حال بچه‌ها تمام تلاشمو کردم، سنباده کاری و پرداخت انجام شد. اینم از مهر نماز. امیدوارم این دوست عزیزمون از دیدن این هدیه من لذت ببره و هر سجده‌ای که میکنه یاد ما بیفته. خداوند بزرگ زیبایی رو آفریده تا ما ازشون لذت ببریم. بچه عقیق از قدیما برای مدیتیشن و اینا خیلی خوب بود. امیدوارم از این کارم لذت برده باشین. بچه دوستتون دارم.